دوخت این پالتوی پاییزه من 2 متر پارچه پالتویی با عرض 150 تهیه کردم. پارچه رو به طول و دولا تا میزنم. بعد دوباره به عرض تا میکنم تا پارچمون 4 لا بشه. در این قسمت 2 تا دولای بسته دارم. یکی برای بالاتنه پشت و یکی برای بالاتنه جلو. پایین پارچه روی 4 لای بسته است. چون میخوام از بقیهش طبق مدل یقه پالتو رو که یک سر است در بیارم. این هم سمت ترکی پارچه است که روی 4 لای باز هستش. حالا میرم که شابلون مربوطه رو روی کار قرار بدم. عزیزان ادامه آموزش رو میتونید توی پستای بعدی مشاهده کنید. دوستتون دارم. موفق باشید. شابلون شماره 3 که بدون ساسونه و مخصوص لباسهای گشاد و راحت مثل پالتو هست رو روی 4 لای بسته پارچه قرار میدم. اطراف الگو رو به وسیله صابون معمولی به روی پارچه انتقال میدم. الان هم بالاتنه جلو دارم و هم بالاتنه پشت. میرم که تغییرات لازم رو مستقیما به روی پارچه انجام بدم. پایه اصلی این مدل پالتو آستین کیمونو هست. پس بریم برای ساخت آستین کیمونو. به وسیله خطکش خط مورب سرشونه رو امتداد میدم. چون آستین کیمونومون طبق مدل برش داره 3 سانت از سراستین عقب نشینی میکنم تا سراستینم افتادگی نداشته باشه. من روی خط باسن 2 سانت لباسمو گشادتر میکنم. البته دوستان این اندازه سلیقه‌ایه، شما میتونید کم و زیادش هم بکنید و به وسیله خطکش خطی به بالا مستقیم عمود میکنم. دوستان ادامه آموزش رو میتونید توی پستای بعدی دنبال کنید. دوستتون دارم. موفق باشید. از 3 سانت عقب رفته ی روی خط سرشونه قد آستین رو روی خط مورب مشخص میکنم. من قد آستینم رو 60 سانت گرفتم. 10 سانت پاکتی دم آستین رو طبق مدل ازش کم میکنم. حالا قد آستینم میشه 50 سانت. علامت میزنم و یه خط قایم ازش خارج میکنم. روی خط قایم اندازه مچم رو که 21 سانت هست رو مشخص میکنم. شما میتونید پهنای مچ رو کمتر و یا بیشتر هم بگیرید. خطکش رو طوری قرار میدم که از یک طرف مماس با خط جدید پهلو و از طرفی نقطه پایین پهنای مچ رو قطع کنه. از زاویه زیر بغل که از برخورد این 2 خط به وجود اومده یک نیمساز 4 سانتی خارج میکنم و به وسیله خطکش پیستوله منحنی آستین رو به زیر بغل و از زیر بغل به روی خط پهلو به 0 میرسونم. این هم از منحنی آستین کیمونو. عزیزان شما میتونید ادامه آموزش رو توی پستای بعدی مشاهده کنید. دوستتون دارم. موفق باشید. خب عزیزان همینطور که میبینید من با امتداد این نقطه و با کمک خطکش پیستوله به راحتی منحنی حلقه آستین رو هم رسم میکنم. این هم از حلقه آستینمون. حالا میرم تا قد لباسم رو بلندتر کنم. از خط باسن به پایین هر چقدر که میخواییم به دلخواه قد لباس رو بلندتر میگیریم. 5 سانت 10 سانت این اندازه سلیقه‌ایه. من طبق مدل میخوام 23 سانت از خط باسن به پایین به پالتون بلندی بدم. این کار رو انجام میدم و یه خط صاف پایین لباسم میکشم. کادرم رو مشخص میکنم. با یه عوضمان 1.5 سانتی پایین لباسم رو کمی فون میکنم و با خطی مورب به زیر بغل به 0 میرسونم. شما طبق سلیقه میتونید 2 سانت 3 سانت یا بیشتر هم عوضمان بدید و پهلوی لباستون رو فون کنید. دوستان برای اینکه پایین لباسمون نپره بهتر همیشه 1.5 سانت به پایین لباس اضافه و با خطی منحنی به پهلو به 0 برسونیم. دوستان برای رسیدن به نتیجه بهتر ادامه آموزش رو حتما دنبال کنید. دوستتون دارم. موفق باشید. خب دوستان بریم برای دادن زاپاس یا حق درس به لباسمون. برای هلال یقه 1 سانت زاپاس، برای سرشونه ها و درز روی آستین 1.5 سانت سر تا سر حق درس کافیه. 1 سانت زاپاس برای دم آستین. برای زیر آستین و هلال زیر بغل و پهلوها 1 سانت سر تا سر زاپاسشو میدم. دوستان در آستین های کیمونو بیشتر از 1 سانت زاپاس ندید. به پایین لباس 2 الی 3 سانت زاپاس میدم. اینجا به حلقه آستین استثناءً زاپاس نمیدم. فقط برشش رو میزنم و موقع دوخت با 1 سانت حق درز میدوزمش. میریم که کارو برش بزنیم. دوستان قبل از برش چنانچه بخواهید که روی آستینتون درز نداشته باشه میتونید یک کپی از آستین بگیرید و روی 4 لای بسته پارچه قرارش بدید و برش بزنید. من یک کپی از روی آستین برمیدارم
روی 4 رای بسته قرارش میدم و اطرافش رو با دادن زاپاس 1 سانتی علامت میزنم، برش میزنم و میدوزم. دوستان علاقه‌مند، مرحله بعدی دوخت لباسمون هست. حتما ویدیوها رو ببینید و دنبال کنید. امیدوارم موفق باشید. میرسیم برای طراحی یقه پالتو. بعد از برش ما 2 تا بالاتنه داریم، یکی بالاتنه پشت و یکی بالاتنه جلو. در بالاتنه پشت بهتره یقه رو کمی پایین تر بیاییم که من اینجا 2.5 سانت یقه رو پایین تر میام و به وسیله خطکش پیستوله به گوشه یقه منحنیش میکنم و برشش رو میزنم. این از قسمت بالاتنه پشت ما. در قسمت بالاتنه جلو چون میخوام یقه یک سره پالتو رو وصل کنم طبق مدل، بنابراین باید یه فضایی رو قیچی کنم و دور بریزم. من 5 سانت از دولای بسته جلوی لباس عقب نشینی میکنم و علامت میزنم تا پایین لباس و با خطی صاف امتدادش میدم. این قسمت کار باید قیچی بشه. برای قشنگی بالای یقه رو کمی منحنی میکنم و به گوشه یقه وصل میکنم و کارو یک سره برش میزنم. دوستان علاقه‌مند، مرحله بعدی دوخت لباسمون هست. لطفاً پستای آموزشی رو دنبال کنید. دوستتون دارم، موفق باشید. برای دوخت این لباس ابتدا درز وسط آستین رو به همدیگه وصل میکنم. سنجاقاش رو میزنم، فیکس میکنم، بعد میدمش زیر چرخ و با زاپاس 1.5 سانت میدوزم. پاکدوزیشم انجام میدم. دوستان اگر به لباستون آستری دادین دیگه نیازی به پاکدوزی کردن نداریم. درزا رو باز میکنم و یه اتو بخار خوبم بهش میدم. درز سرشونه های بالاتنه پشت و جلو رو به هم سنجاق میکنم و با زاپاس 1.5 سانت میدوزم. سردوزش رو میزنم، بعد اتو میکنم. همینطور که توی ویدیو میبینید حلقه آستین رو به حلقه آستین بالاتنه وصل میکنم. بعد از دوخت به این شکل میشه. درزهای پهلو رو از مچ تا پایین لباس یک سره میدوزم و اتو میکنم. میمونه پاکتی دم مچ و یقه یک سره لباس که در پست بعدی بهتون آموزش داده میشه. دوستتون دارم، موفق باشید. برای ساختن یقه یک سره لباس ابتدا به وسیله متر از پایین لباس تا سرشونه، سپس 1/2 یقه پشت رو هم یک سره اندازه گیری میکنم. هر چقدر که بود روی دورای پارچه یه مستطیل میسازم به طول مورد نظر و به عرض 26 سانتی متر. برای اینکه یقه لباسم به خوبی دور گردنم بخوابه حتما باید یقمو به این صورت طراحی کنم و یه قسمتی از یقمو دور ریز کنم. مستطیلامو تا میکنم یه طرفش روی دولای باز و یه طرفش روی دولای بسته باشه. به این قسمت زاپاس 1 سانتی میدم چون قراره بدوزمش و به وسط پشت یقه وصل کنم. قسمتی که قراره به یقه پشتم وصل بشه همینطور که میبینی صافه، ولی یقه من انحنا داره، پس باید یقمم منحنی بشه. به اندازه 3.5 سانت از قسمت باز یقه داخل میشم و یقمو گود میکنم. 1/2 یقه پشتمم با متر ایستاده سانت میزنم، هر چقدر که بود علامت میزنم و یه مستطیل میسازم. به وسیله خطکش منحنی انحنای جلوی یقه‌رم میدم. این قسمت رو قیچی میکنم و دور میریزم. قسمت وسط یقه‌رم به هم میدوزم و یقه‌مو به لباس وصل میکنم. دوستتون دارم، موفق باشید. دوستان همینطور که میبینید من یقه یک سره رو به لباس وصل کردم. اون یکی لبه رو برگردوندم و از داخل دور تا دور پس‌دوزی کردم. در مچ آستین هم به همین ترتیب انجام میدم. پاکتی دم مچ رو از رو میدوزم و از داخل پس‌دوزی میکنم. من میخواستم لباسم آستری داشته باشه. آستری رو مانند خود لباس برش زدم و مثل خود لباس جداگانه دوختم. آستری دوخته شده رو از سمت آستین داخل لباس میبرم و از قسمت یقه و دم آستین با خود لباس فیکس میکنم. بعد یقه و پاکتی آستین رو به هر دوتاشون وصل میکنم. دوستتون دارم، موفق باشید.